همین الان برید اکانت یک ماهه جمنای اینترپرایز خودتون رو فعال بکنید که از اکانت جمنای پرو هم بالاتره و شما میتونید از چت باتش استفاده بکنید، از نانا بنانای پرو استفاده بکنید، از سرویس وو استفاده بکنید برای ساخت ویدیو و حتی از قابلیت پرو دیپ ریسرچش استفاده بکنید. برای اینکه این کار رو انجام بدین وارد این سایتی که اسمش رو توی کپشن گذاشتم میشین، بعد میاین این پایین روی قسمت استارت 30 days trial میزنید. اینجا باید ایمیلتون رو وارد بکنید. هم میتونید ایمیل خودتون رو وارد بکنید، هم میتونید از این سایت ها که ایمیل موقت میدن استفاده بکنید. اینجا ایمیل رو کافیه کپی بکنید، اینجا پیستش میکنید، روی کانتینیو ویت ایمیل میزنید. یه دونه کد برای شما میفرسته که اگر از ایمیل خودتون استفاده میکنید میتونید از توی ایمیلتون اون کد رو بردارید. اگر از این سایت های ایمیل موقت استفاده کردین، اینجا الان برای ما این کد اومده. کد ما کپی باید بکنیم و بعد اینجا پیستش میکنیم، روی قسمت وریفاید میزنیم. وقتی که وریفای میشه اکانت شما باز میشه. فقط کافیه که اینجا اسم خودتون رو بزنید، روی گزینه اگری میزنید. وقتی که اکانتتون ستاپ شد اینجا خیلی راحت میتونید از این جمنای برای 1 ماه رایگان استفاده بکنید. اگر که اینجا نگاه بکنید از قسمت تولزش روی نانا بنانای پرو میتونید ازش استفاده بکنید، ویدیو باهاش درست بکنید، دیپ ریسرچ باهاش انجام بدید. یادتون باشه که اگر خواستید از جمنای 3 پرو استفاده بکنید روی این قسمت اتو بزنید، قبل از اینکه پرامپتتون رو بفرستین جمنای 3 پرو رو انتخابش بکنید.